یگانه ماشین تولید بودنه در افغانستان که به دست افغانها ساخته شده است. این ماشین تولید بودنه در هر 15 روز ظرفیت تولید 2000 بودنه را دارد. حبیب شاه یکی از کارگران این فرم و همچنان از جمله اختراع کنندگان ماشین بودنه است. و 4 سال قبل برای ساختن این فرم دست به کار شد. سابق چوچه را ما گرفتیم، کلان میکنیم، پرورش میکردیم. باز ما در میابین خود کشیشتیم، این ماشین های دیگر دیدیم که ما گفتیم بیا که از این ماشین گاز کار بگیریم که گاز چی نتیجه میده. واسه این ماشین گاز که جور کردیم ما خودمو به فکر خود 3-4 نفر شیشتیم. در این فرم تنها تولید بودنه صورت نمیگیرد، بلکه پرندگان دیگر نیز در اینجا نگهداری می شوند. در ابتدا این فرم کارش را با وسایل ابتدایی شروع کرد. یک ناله گرفتیم، او را چی کردیم، لیم کردیم، بعد از او شکل مرکز گرمی جور کردیم، از گاز در پایینش گاز در میدادیم، در او هوا منداختیم، از او به شکل مرکز گرمی تخم‌ها را به حرارتی که لازم بود ما او را عیار میکردیم. با 38 درجه ما او را عیار میکنیم. با در روز یک دفعه نهایتش 2 دفعه ایره ما شور میدادیم که نطفهش در تخم نچسبه. این فرم از جمله محدودترین فرم است که گوشت پرنده تولید می کند، اما هنوز هم گوشت پرندگان به خصوص مرغ از کشورهای همسایه به افغانستان وارد می شود. اگر مثل این فرم‌های دیگر هم در افغانستان ساخته شود، پس در قسمت گوشت افغانستان به خودکفایی می رسد و در این بخش نیاز به کشورهای همسایه نمی داشته باشد. لیما هادی، رادیو آزادی، کابل.